مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 2 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 راننده автомашини تمغه اوپل استرا نبیف دلیر سال تولدش 2000 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند خانه بادام در حدود جماعت دهات خستیورز نویه مذکور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به автомашини تمغه خوندای پورتر تحت اداره راننده جمایف جهانگیر سال تولدش 1999 ساکن امین نویه برخورده است. در نتیجه مسافر автомашини تمغه اوپل استرا سید مرودوف بیک مرود سال تولدش 1947 ساکن شهر کانه بادام جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده автомашини تمغه خوندای پورتر جمایف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.